جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينصرن الله من ينصره صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی در سوره حج در آیه 40 می‌فرماید نصرت می‌کند، کمک می‌کند الله سبحانه و تعالی، یا به عبارت دیگر پیروز می‌گرداند، یاری می‌کند الله سبحانه و تعالی کسی که او را یاری نماید. این پیام قرآن هست. اگر نصرت و پیروزی می‌خواهید پس او را یاری کنید، او را کمک کنید و تلاش بورزید به نصرتش. الله سبحانه و تعالی وقتی می‌فرماید لینصرن الله، الله شما را نصرت می‌کند، اللهی که قادر هست، اللهی که قوی است، اللهی که مقتدر هست. شاید سوال در ذهن بیاید چگونه الله را نصرت کنیم؟ اینجا علما مفسرین میفرمایند دین الله را. شما در تلاش نصرت دین الله باشید، الله شما را نصرت می کند. شما در کمک دین الله باشید، الله شما را نصرت می کند و کمک می کند. حالا منظور و مراد از دین، چگونه دین الله را نصرت کنیم؟ چگونه به نصرت دین الله تلاش بورزیم؟ وقتی ما میگیم در نصرت دین الله باشید، یعنی در خدمت و در نصرت و در کمک کتاب الله سبحانه و تعالی، در نصرت قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. تلاش کنید بر حاکمیت قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم حیات داشتن، نصرت و کمک به رسول صلی الله علیه و سلم به این که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستاده باشید و از رسول الله صلی الله علیه و سلم و از قرآن دفاع کنید. وقتی رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، تلاش کنید به احیای سنت رسول صلی الله علیه و سلم، به حفظ سنت رسول صلی الله علیه و سلم. و اینه که این پیام قرآن هست. با تأکید میگه، وقتی نگاه میکنیم ولین، لامی که در اول ذکر شده لام تأکید و نون ثقیله‌ای که در اخیر کلمه آمده، ولین، این هم به خاطر چیست؟ به خاطر تأکید. الله سبحانه و تعالی با تأکید میگه ولینصرن الله، هر آینه نصرت میدهد الله سبحانه و تعالی کسی که نصرت بدهد دین الله سبحانه و تعالی را. یعنی هر قدر شما به کمک و نصرت دین تلاش کنید، نصرت و فتح و ظفر و پیروزی به سراغ شما می آید.
انبیا علیهم السلام چی کسی نصرت داد؟ انبیا علیهم السلام چی کسی پیروز کرد؟ نبی کریم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه جهل، خرافات، شرک، بت و بت پرستی به اوج خود بود، ظلم و ستم و بیعدالتی، تک و تنها حرکت کردن. اولین آیه نازل شد اقرأ بسم ربک الذی خلق. تنها رسول صلی الله علیه و سلم بودن. رسول الله را چی کسی نصرت داد؟ همه فتوحات، همه فتح و ظفر و پیروزی در کنار کعبه‌ای که 360 بت گذاشته بود، بعد از تلاش و زحماتی که رسول صلی الله علیه و سلم کشیدن، در اونجا صدای توحید بلند شد و تا به امروز صدای توحید بلند هست. الله می فرمایه انا لننصر رسولنا، ما نصرت دادیم پیامبران را. انبیا الله نصرت داد، چون انبیا دین الله را نصرت میدادن. الله سبحانه تعالی اونها را نصرت میداد، کمک میکرد. مؤمنین چی کسی نصرت میده؟ در ادامه این آیه الله سبحانه تعالی میفرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، کسانی که ایمان به الله آوردن الله اونها را نصرت میده، الله اونها را پیروز میکنه، الله اونها را فتح و ظفر و پیروزی نصیب اونها میگردانه. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا. پس فتح و ظفر و پیروزی از جانب الله است. هر قدر ما دین الله را تقویه کنیم، هر قدر به دین الله زحمت بکشیم، الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر و پیروزی خود را با ما نصیب میکنه. وقتی میبینیم الله سبحانه و تعالی میفرماید انا فتحنا لك فتحا مبینا، فتح مکه، انا فتحنا، الله میگه ما فتح کردیم، ما این توان و این قوت و این نیرو برای شما دادیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا. وقتی شما در راه الله قدم گذاشتید، الله سبحانه تعالی خیر و برکت و اینها را همراه میکنه. و همچنین میبینیم الله سبحانه تعالی میفرمایه پیرامون بدر، اصحاب بدر، فتح و ظفر و پیروزی در بدر کی آورد؟ الله میفرمایه هذا یمددکم ربکم، هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسومین. در ابتدای آیه وقتی میبینیم الله سبحانه و تعالی میفرمایه اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. این امداد، این کمک از جانب کیست؟ این فتح، این ظفر، این پیروزی از جانب کیست؟ وقتی که میبینیم قرآن میفرماید اذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله، نصرت از جانب الله سبحانه و تعالی. پس این پیام قرآن، من و تو ای مسلمان امروز در طلب این هستیم که چی وقت فتح و ظفر میرسه، چی وقت کامیابی میرسه، چی وقت این ذلت و خاری نجات پیدا میکنه، چی وقت من و تو از این خاری و زبونی نجات پیدا میکنیم؟ لحظه ای که من و تو تلاش کنیم به نصرت دین الله، تلاش کنیم به اینکه قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم حاکم بشه. تلاش کن به سنت رسول صلی الله علیه و سلم، تلاش کن که انسانها به فهم قرآن و فهم احادیث آشنا بشن. هر وقت دین خدا را نصرت دادیم، نصرت الله سبحانه و تعالی می آیه. نصرت الله سبحانه و تعالی آن وقت شامل حال ما میشه. اسباب پیروزی چیست؟ چی چیز ما را پیروز میکنه؟
اسباب فتح و ظفر چیست؟ الله سبحانه و تعالی در ادامه همین آیه میفرمایه، وقتی میفرمایه ولینصرن الله من ینصره، الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. این اسباب فتح و ظفر و پیروزی است. هنگامی که در زمین مستقر شدید، وقتی که حاکم قرار گرفتید در یک محل و منطقه، میخواهی که فتح و ظفر و پیروزی نصیبتان بشه، این اسباب فتح و ظفر هست. آنها چیست؟ اول که الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر میفهمه یا ایها الذین آمنو ان تنصروا الله ینصرکم، اگر شما الله را نصرت بدهید. یعنی چی؟ یعنی دین الله را اگر نصرت دادید، الله شما را نصرت میده، الله شما را پیروز میکنه. اقامه نماز خیلی مهمه. استعینوا بالصبر والصلاة، وقتی دوچار مشکل شدید شما کمک بگیرید به صبر و به نماز. اقامه نماز، درست خواندن نماز از اسباب فتح و ظفر و پیروزی است. هر لشکری که اگر به نماز خود غفلت کرد و هر سپاهی که به نماز خود غفلت کرد، او سپاه و او لشکر پیروز نمیشه. سپاهیان اسلام، سربازان اسلام باید مداومت کامل به نماز خود داشته باشند. این از اسباب فتح و ظفر و پیروزی است. دوم، آتوا الزکاه. زکات یعنی متوجه شدن به فقرا و مستمندان و همچنین متوجه شدن به این فریضه و این حکم الهی. از اسباب فتح و ظفر ایجاد امر به معروف و نهی از منکر. هر حکومت و نظامی که امر به معروف و نهی از منکر نداشت، فتح و ظفر و پیروزی شامل حال او نمیشه. رکن اساسی حکومت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر هست. چرا امروز امت اسلامی چنین خار و ذلیل و زبون شده؟ چون این اسباب از دستش رفته. این کشورهای اسلامی که میبینیم تشکیلات زیاد دارن، اما خیلی محدود کشورهایی را میبینیم که در از او پایه امر به معروف و نهی از منکر گذاشته شده باشه. پس اگر میخواهید که ولینصرن الله من ینصره، این پیام قرآن در زندگی ما تطبیق بشه و نصرت الهی به کمک و سراغ ما بیایه، باید که به نماز درست و صحیح توجه داشته باشیم، به زکات درست و صحیح توجه داشته باشیم، امر به معروف داشته باشیم، نهی از منکر داشته باشیم. ادامه آیه چی میفرمایه؟ ولله عاقبة الامور، برای خداست عاقبت همه کارها و اینها. پس نصرت الله چی وقت میرسه؟ نصرت الله سبحانه و تعالی، الله در آیه دیگر میفرماید و فتح قریب، نصرت الله نزدیک هست، فتح نزدیک هست. ادامه آیه میفرماید و بشر المؤمنین، مژده بده مؤمنین را، فتح نزدیکه، ظفر نزدیکه، کامیابی نزدیکه، اینها نزدیک هست. اما باید اسباب فتح و ظفر فراموش نکنید. اقامه نماز، آتوا الزکاه، امر به معروف، نهی از منکر، اینها را فراموش نکنید. هنگامی که شما به کمک و نصرت دین تلاش کردید، الله فتح و ظفر و پیروزی میاره. همه ما باید تلاش کنیم. او کسی که به قدرت رسیده، دین الله را از وسیله و یا دریچه قدرت خود تقویه بنمایه، امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه،
کسی که سرمایه داره باید دین الله را به وسیله سرمایه خود باید رونق بده، تألیف کتب داشته باشه. بالآخره ترجمه کتب، علما وقتی تألیف میکنن ترجمه میکنن، تاجر باید سرمایه گذاری کنه برای پخش و نشر احکامات اسلامی. این تقویه دین هست. وقتی ما دین الله را نصرت دادیم، الله ما را نصرت میده. الله بر همه ما توفیق بده که همه ما اگر قدرتمندیم، ثروتمندیم، اهل علمیم، هر نعمتی که الله از نعمتهای خود به ما عطا کرده ما از اون نعمت استفاده میکنیم. باید همه نعمتها وقتی در خدمت ماست ما خود را در خدمت دین الله قرار بدیم. وقتی در خدمت دین الله قرار دادیم آن وقت فتح و ظفر و پیروزی می آید. بار الها پروردگارا فتح و ظفر و پیروزی نصیب همه امت اسلامی بگردان. تا برنامه بعد شما را به خدای یگانه می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.